خانم‌ها در افغانستان نماد استقامت، شجاعت و امید است. زنی که آگاه باشد هیچ کس نمیتواند او را نادیده بگیرد. هنگامی که یک زن به خود باور دارد هیچ چیزی نمیتواند او را متوقف کند. جامعه‌ای که به زنانش احترام نمیگذارند قادر به شکوفایی نخواهند بود. قدرت زن در صدای اوست، نه در سکوتش. اگر خواسته باشیم تغییرات واقعی در جامعه ایجاد کنیم، دیدگاه خود را نسبت به زنان تغییر بدهیم. به رسمیت شناختن حق زنان یک لطف نیست، بلکه یک حق مسلم و غیر قابل انکار است. زن ضعیف نیست. جامعه که را محدود می کند ضعیف است. قدرت واقعی یک زن نه در ظاهر بلکه در ذهن و ارادهش است. محدود کردن زنان یعنی محدود کردن پیشرفت یک ملت. برابری زنان تهدیدی برای مردان نیست، بلکه فرصتی برای رشد جامعه است. زنان ستونهای جامعه هستند. اگر آنها را بشکنید جامعه فرو می‌ریزد. روز جهانی زن بر تمام زنان جهان مبارک باد.